دور از بر نامرد باش، دور از بر نامرد باش، یک روز باش اما مرد باش. درود میگویم به همه آنهایی که مرا تماشا میکنند، به برادران مهاجرم، مادران، خواهران و همه آن نفرانی که در صفحه های من اعضا هستند. من واقعا مردم. خداوند مرا زن آفرید، اما جرأت و جسارت و توانایی مردانه داد که نامردی ها و ناعدالتی های مردان را من زن مردانوار تحمل دارم و خاموشی پیشه کرده ایستادم. رحمت میگویم به همه شما هموطنانم، دوستانم، برادرانم و آنهایی که به سویم سنگ ملامت زدید، تحقیرم کردید، تهدیدم کردید، تهمتم کردید و سخنانی بسیار بی‌عدالتانه گفتید. میندارم از همه شما که اینقدر لطف کردید و در حق هم اینقدر سخنانی ناسزا گفتید. همه شما رو من دوست میدارم، احترام میکنم و باید قید کنم که عینی حال ما در دهه دشتکیان ناحیه فیض‌آباد قرار داریم. طور به اولیا خان، آن زنی بیمار، زنی معیوب وعده داده بودیم ما طریق برنامه خیال سبز، چون مردم به شما دستگیری میکنن، خیر و سخاوت مینمایند، برایتان دیوان، کریسلا و هرچی که به نام شما میآید آورده میرسونیم. و خوشبختانه امروز نصیب گشت که خب میبیل های فرمایش داده ما آماده شدند و ما آوردیم به خانه آن مادر مهربان رسانیدیم و همراهی البته استاها درست کردن ماندیم و آن مادر عزیز براحت عینی حال خواب است در بالای آن دیوانی که از جانب تالار میبل، خصوصا از نام اکا یعقوب جان برای برنامه ما برای ما تحفه کرده بود، آورده رسانیدیم. میندارم از همه شما دوستان عزیز ما را همراه باشید. ما همیشه با شماییم، همیشه دستگیر خلق و مردم نیازمند تاجیک هستیم. رحمت برادرو، اینه خواهرم، کسی که کمک به همی بیمار کرد، به همی اویله ما هزار رحمت. خداوند انا هیچ کسی که خور نکنه، دشمنی کسی که کسال نکنه. اینکه رحمت برادرو به همه مهاجرو خداوند نگهبانتان باشه. خداوند راه هوی کنه که به پیش مادر فرزنداتون بیاین. انا همیشه خرسند باشین. انشاءالله این خیرای کردین خداوند در عاقبت ایره الله خودش میدونه. باید بار دیگه رحمتی کلان خواهر رحمت برای کمکاتون، برای سرگردانی همین ره آمدنتون. این ره ما ره نیست، آمدین هزار رحمت. انا و پنسش هم گفتنمونم که با هم یاردم شما پنسش یک گروهی معیوب یکون کردن. 108 سامانی میگیرید. ما همیده در همین چی میگم در همین 5% چیزوش نمیرسید. حاضر 270 سامانی کردن با نویستن که چی پاموش شوه ما یاردم میکنیم. با از ماه سنتیابر با 90 سامانی دیگه با کش میکنیم گفتن. انشاءالله خیلی تا روز خداوند که حسمون کرده نگاه بینش میکنیم. رحمت شما دا اول شما دا رحمت که همی یاردم کردین. انشاءالله خداوند یاره همش به نظر میگیره، شما را مشکلاتونه آسان میکنه. رحمتی کلام برادرو به همه رحمت. благодари, кто
кто нам помог все вот это. Вот, например, эта девушка помог. Люди, которые деньги высылали тебя за все это. Ну, за это все огромное спасибо. Но больше ему. Dine yalbora bir şey etken. ما اومدن شما خرسان شدین Конечно. با بیام خبرگیریتون О, حالا میام زنده باشم. او وعده کردگی ما حالی میکنم با اجرا میکنم حالا کتتون میارم رمالتون میارم انشالله شما زیق نشوین حالا شما ساز میشین هیچی نخریم. میخرم شما فقط دعا بتین کودکای ما مایده کن کلان شون دستگیری ما شون خداوند ما را نگهبان باشه شما زیق نشین ساز میشین و دوستان عزیز نگفته نماند که همه اون مبلغ هایی که به کرته این مادر عزیز طریق برنامه ما وارد گشت همه اون رو ما به شوهر مهربانشون سپاریدیم و البته چون امروز گپ کلوچه ها اطراف نام من خیلی زیاد است زبان خط اون پدر مهربان اون مرد بسیار حلیم و مهربان رو ما گرفتیم و متاسفانه نخواستن که در نوار اطراف مبلغ اطراف اون زبان خط اطراف دیگر خوب ماجراهایی که وقت اخیر به سر ما اومدن سخن بگویند تنها همین را گفتنیم که تشکر به همه آنهایی که در برنامه ما را همراه بودند ما را دستگیری کردند و خصوصا سهمگذاری کردند به خاطر خوب شدن وضع سلامتی وضع زندگی و شرایط خوب این مادر معیوب و دردمند. بار دیگر اظهار مینه‌داری بیان میکنم به اکا یعقوب جان برای دستگیری هاشون که در این کار خیر ما را شریک بودند ما را همراه بودند. انشاءالله که خیرهای همه شما به درگاه الله قبول میگردد و دولت و ثروت و داراییتان از این هم زیاده میگردد. تماشابینان عزیز باید قید کنم که با آن کارتایی که ما در نواری آن مادر عزیز گذاشته بودیم 4853 سومان و 66 درم وارد گشته است و چون آن مادری که در واگن زندگی میکرد امروز صاحب شرایط خوب زندگی است ما همراه شاهدان به نزدشان رفتیم و آن کس مبلغ را قبول نکردند چون دیگر نیاز به دستگیری ندارند. از این رو ما تصمیم گرفتیم که همون مبلغ را به یک زن دیگر به یک زنی که با 6 فرزند در پرتوگاه زندگی میکند برده سپاریم. خیر است و آن البته که قبول میگردد با انسانی نیازمند با عائله کم بضاعت رسانیده شود. تماشاگران عزیز طور شما میبینید ما مهمان یک عائله شدیم که واقعا در یک واگن و در پرتوگاه زندگی میکنند و این اپای مهربان با 6 فرزند در شرایط خیلی دشوار زندگی دارند و طوری گفتم اون مبلغی که تا امروز به اون کارت ما وارد شد آوردیم تا به این مادر عزیز و مهربان که رنج زیاد دیدن در زندگی بسپاریم و یک کف دعایشان رو برای خودمون و برای شما تماشاگران و آنهایی که ما رو دستگیری کردن ما رو همراه بودن گرفته باشیم. خب مادر عزیز و مهربان اینجا خب مبلغی است که برای یک نفر ما برنامه کرده بودیم وارد گشت و اون نفر دستگیری های زیاد دیدن ما خواستیم که همین مبلغ رو برای شما و برای فرزندان شما خیر کنیم شما قبول کنید و کدومه که همین مودا خیر کده و مورا دیده و مودا رحم کرده و همین خیلی سمپوم روی کده و مورا دستگیری کده پروردگار همیشه خداوند یاری وی باشد پروردگار همیشه دستی به خیر داشته باشه خداوند نگهش بداره ای آفتها ای بلاها همیشه پروردگار در پناه خدا باشه خداوند همین کدومه که مورا میبینه و با ما رحم میکنه و سون روی میکنه مهاجرای طرف روسیه های تاجیکستان های کجای نباشه خداوند عمر برکتشون بتیه فرزنداشون قطعی زندگیشون خداوند برکت بتیه عمر درازی بر کمالشون بتیه پروردگار همیشه دستی کم نبینن همیشه دستی به خیر داشته باشن آمین. هزار رحمت کلام خواهر جان که ما را اینم خیلی اومدین دستگیری کردین دیدین ای حالی ما با خبر شدین خیلی مثال ما را اینا دیگرها هم ای چیزی شما ما را دیدن ما را دستگیری کردن هزار رحمت کلام ما شما هزاران بار میندارم خواهر جان
پروردگار عمر درازی به برکت بتیتون فرزنداتون قطعی پروردگار عمر درازتون بتیه خداوند اینمی قصری سال اینمی فرزند قطعی مرا یک آدم سراغ نکرد اینا شما ایشما می نداریم که مرا سراغ کردین اینم خیلی کفته مرا آمدین اینا مرا دستگیری کردین نه خیلی از زندگی ما بهبود شد انشالله.